روز 1 سپتامبر طالبان سلاح به دست به پایگاه نظامی ارتش افغانستان در ولایت شرقی پکتیا حمله کرده کمش 3 سرباز را به قتل رساندند. منصبداران افغان میگویند در این حادثه 5 افسر امنیتی مجروح شدند. سخنگوی طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفت. حمله از برخورد ماشین مرگ طلب به دروازه اساسی پایگاه شهر گردیز آغاز یافت. بعداً 2 سلاح به دست آتش گشادند. در دوام 10 دقیقه با آتش جوابی هر 2 سلاح به دست به قتل رسانیده شدند. نظرخدا نام سرباز میگوید او یکی از جنگجویان را به هلاکت رسانده است. میخواست مرا بزنم، من از کنج دیوال ورا دو مرمی زدم. 2 مرمی ورا زدم. وقتی که ورا زدم و پرید از یک کنج دیگه که از او جون معلوم شدم. میخواست یکی دیگه مرا بزنم، ما یکی دیگه ورا زدم. پیش از اینکه او مرا بزنم ما ورا زدم و غلطی. دمی که غلطی بازم تفنگ طرف ما راست کرد. بازم یک مرمی دیگه ورا زدم که خاو کرد. در همین حال منصبداران افغان ابراز داشتند که روز 1 سپتامبر باز 100 محبوس طالب از زندان پل چرخی کابل رها شدند. رهایی طالبان یکی از شرط‌های اساسی مذاکرات صلح این گروه محافظه‌کار اسلامی با حکومت افغانستان میباشد.